عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی‌فروزاند. مسلمان عاشق است، عاشق خداست، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است، عاشق ملکوت است. و دنیا با همه زیبندگی ها و فریبندگی ها براش صرفاً میدان ساخته شدن و ره پی بودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان است. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بعضی از مردم معبودهایی غیر از خداوند برای خود انتخاب می کنند و آنها را همچون خدا دوست می دارند. اما آنها که ایمان دارند عشقشان به خدا شدیدتر است. و بعضی کجندیش تاریک رای بتانی گزیدند جای خدای، چنان آن بتان را بدارند دوست که گویی خداوند آنها هموست. ولی عشق مؤمن به ذات اله بود بیش از آن که گم کرده راه. اشد حبا در قرآن اومده به عنوان حب شدید. این حب شدید اگه بخوایم بگیم همون عشقه، این مخصوص خداست. در قرآن هیچ حرفی از عشق و عاشقی نیست. چیزی که هست همونطور که گفتیم محبت شدید، اشد حبا هست که این حب شدید هم مخصوص خود خداست و غیر از این شرک حساب میشه. در واقع شدیدترین و کاملترین محبت ها در اسلام متعلق به یک موجود نادیدنی که از جنس بشر هم نیست. این عشق به خدا تا جایی هست که شما باید حتی به خاطر الله از خانواده و فرزندان خودت بگذری. و الگوی شما و امام شما حضرت ابراهیم هست که حاضر شد به خاطر الله فرزند خودش رو سر ببره. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی رسید مگر اینکه از آنچه دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید. هرچه که دوست دارید شما باید در راه خدا بدید. علی ابن ابی طالب فرمود ما در کنار رسول خدا صلی الله علیه بودیم، پدران و فرزندان و عموهای خود را به امر حق می کشتیم و این مسئله بر ایمان ما در راه راست می افزود. هرچه که دوست دارید شما باید در راه خدا بدید که شما جای دیگه اینطوری پیدا نمی کنید. بله ممکنه یه پادشاهی یه جایی پسرشو کش، عموشو کش، ولی همه اونو ملامت کردن در تاریخ، گفتن چه پادشاه خونخواری. ولی علی میگه ما خویشاوندان خود را کشتیم و بر ایمانمون افزوده شد. اینطوری باید عشق تو به الله نشون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند اختیاری در برابر فرمان خدا داشته باشد. باید طوری پیروی بکنید که هرچه من گفتم بپذیرید. اصلا حق ندارید غیر از این عمل بکنید. اینطوری باید عشق تو به الله نشون. در قرآن هیچ خبری از انسان دوستی و هم نوع دوستی و این حرفا نیست. طبق قرآن فقط مؤمنون با هم برادرند. انما المؤمنون اخوتون. در صورتی که شما می‌بینید در اعلامیه حقوق بشر همون ماده اولش چی میگه؟ میگه تمام انسان‌ها قطع نظر از هر گونه عقیده‌ای با هم برابرند و باید با روح برادری با هم رفتار بکنن، تعامل بکنن. این میگه روح برادری واسه همه نیست، فقط واسه مؤمنین. با غیر مؤمنین با شدت باید برخورد بکنید. میگه رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با هم با رحمت رفتار میکردن و با کافران با شدت. اساسا نه در قرآن عشق هست، نه اینکه فهوای عاشقانه در جای هست. عشق الله چه معنی داره؟ آقا انسان عاشق انسان میشه، انسان عاشق زیبایی میشه، این عواطف بشری است در مقابل عواطف بشری. در واقع اونقدر زن رو پست کرده این قرآن کریم و تعلیماتش که دیگه ارزش عاشق شدن نداشته. پدر جان افضا و تفخیز و این چیزها براش داریم و میتوانید دختر 9 ساله مرد 50 ساله 60 ساله بره مطابق شرع مقدس بگیره برداری بیاره در منزل، دیگه عاشق چه چیز میخواد بشه؟ خداوند گفته است زناتون رو دوست داشته باشین، بنابراین عشق در قرآن آمده. شما فکرشو بکنید.
خدا میان زن و مرد مودت قرار داده، نه عشق. مودت فرقش با محبت چیه؟ مودت اون محبتیه که ابراز میشه، چه واقعی باشه چه واقعی نباشه. اون تعریفش اینه. ابراز باید بکنی محبت رو. این ابرازه گفته باید باشه. لااقل بعضی اینطور تفسیر. در قرآن و فقه اسلامی همچنین میدونید که همجنسگرایی ممنوعه، حرامه. در فقه که اصلا مجازاتش مرگه یا آتش زدنه یا دیوار سرت خراب میکنن و در قرآن هم که مشخصه. حالا اگر که دو تا همجنس اینها عاشق هم بشن، تکلیف چیه؟ اینا ممنوعه. اگر که یه دختر پسری عاشق هم بشن و اینها اجازه ندارن، اینا حرامه. خدا ما شما را اگر قلب‌های ما به عشق‌های مادی مبتلا است، فارغش بسازد و به یک کسی وابسته بسازد که او عالی‌ترین محبوب است و بعد از این در قدم دوم ما را به این توفیق نصیب بکنه که با غیر خدا هر چیزی که هست به خاطر خدا محبت داشته باشم، به خاطر خدا دشمنی بکنم. این راه حل است.